بسیار مفصل گفتیم خیال میکنم که کافیه. در مسئله تلاوت قرآن خدا رحمت مغفرت کنه همون پدر و مادرمون، همون بابا و ماماهای ما را، همون مردا و کمپیرکای با غیرت جوانمردی را که دهن به دهن در فرزنده و نوساشو قرآن را تعلیم میدادن، کلمه شهادت کلمه طیبه را تعلیم میدادن. با خدا قسم ایده یا حصه غیرت همون را اگر مردم این روزا میداشتن دیگه این فاسق فاجر در جامعه بسیار کم میشید. افسوس صد افسوس که نداریم. یک تصور کنه که با یک کلمه اول جامعه را اصلاح کردن. اونا مردمی که سوادی کافی نداشتن. او زمانه مودا با خدا قسم عیبت کی بچه ای قرآن یک چند سوره ندونه. اکثر کلی مردم قرآن خوندن نمیتونستن. نبود یگان کودکی که یک چند سوره قرآن ندونه. مسافر در قدر هم میقبیدد بنده کی امتی کی در مذهبی کی اگر همین کسی ندونه گوش هم میقبید 180 گرادوس تو میداد. مرده از یاد میکردی. ولی که او غیرت کو جوان مردی کو اون محبت این رئیسیش بچه من نباشه. متاسفانه جامعه را همین چیز خراب میکنن. همین خنک نظری بی اعتنایی پروا نکردن. ایتا فکر نمیکنیم که ما در یک جامعه ایم در یک کشتی ایم خدای نکرده اگر یا بلا و افت بیا به سر همه میوید. نه وقتی که غضب خدا اومد بالای همه میوید. بالای همه باید شریک باشیم به هم دیگر. اگه واقعا غیرت کرده است اون مادر که دو پاره قرآن فرزندش تعلیم داده است. اکثر کلی مردم پیش حتی ملاها از تجوید بخبر نبودن بیچاره. همین قاری‌ها میرفتن در اندیجان و نمنگان تجوید تعلیم میگرفتن. در اینجای خیلی متخصص نبود همه میدونن. برای همین اکثر همین وقتی که میخونن مقصد که همون چه بگم با لحن میخونن. اگر ملایم تر کرده بگیم بعضا لحنی ظاهر خطی بعضا لحنی هم پوشیده و خفی خطی اما با لحن میخونیم. در صورتی که خدای تعالی امر کرده است پیغمبرش میگه ورتل القرآن ترتیلا قرآن با ترتیل بخون. ولی در تفسیر همین کلمه ترتیل اومده است از حضرت علی سوال کردم که یا امیرالمؤمنین ما ترتیل این ترتیل چی است که خداوند امر کرده است که ورتل القرآن ترتیلا؟ حضرت گفت تجوید الحروف و معرفت الوقوف. آنمو ترتیلی که خدا امر کرده است تجوید حرفا یعنی که درست خوب از مخرج تلفظ کردن حرفا و دانستن موضع وقف که در کجا وقف درست است در کجا درست نیست. همین کلمه تجویدی که به همین علم زده می شود از همین سخن همین حضرت علی سرچشمه میگیره که ترتیل تجوید گفت. اگه تجوید ببینه امر پروردگار واجب شد امر خدا قطعی واجب شد. بله او زمانایی که نبود امکانیت مردم نداشتن اونا معافن اونا معذورن اونا وقت میخوندگی و در پیش پروردگار 100% قبول است. همون ما زبان رو ننگریم قال رو ما درون رو بینگریم حال رو عین هم حالی هم مردم است. اما امروز شرایط امکان هست. امروز دهه‌ای نیست که چند قاری و چند ملو نداشته باشه. همین کسی که اگر هم اندک میل رغبت داشته باشه امکان داره که همون سوره‌ای را که میخونه در نماز اصلاح کنه سعی کنه بچه‌ها اصلاح کنه. همون کسایی را میگن که خوندگی تو درست نیست ختم تو درست نیست او جاهلن او همون گفته است یا زاغ اما چه زاغ نگو زاغ بگو هر دش مونده است کار میکنن که بیچاره دیگه قرآن خوانی بمونه. با این شکل باید توصیه نتن مردمان. برادر خوندگی 100% درست است. نه که در ذمه تو واجب است که همون چیزایی را که خونده ایخت کرده یا برات بگذرونی. بعضی‌ها میگن 30 سالی ما کلون شده است مثلا دیگه ما نمیتونیم خودمون را اصلاح کرده. اگر همیو سعی کردن نشید معذور میشوند. نه که گفت همون خیلی چیز کمپینی موام یادم داده است کفایه دیگه در قیسش نشید گناهگار میشه البته. همه را غلط میخونیم بعد در آخرش میگن صدق الله العظیم خدا راست گفته است. بچه تو زبان تا درست که کلامی پروردگار همین مسافری همسایه داشتیم ما خدا راستی هم فهمیدم که ریاژینکا کیفر فرق میکرده است. خیلی میکردم همش یک گای این ریاژینکاش دیگه بود است کیفرش دیگه بود است. این باشه ما هم فهمیدم که قایماقش جدا بود است سمیتان جدا. ما آدمای سویتی هم باشه سمیتان میگفتیم که گفت نه قایماق جدا دیگه ای با یا تاش پختگی یا تاش خومای تو همین درجه را نرخ نوای تمام اشیای بزرگ میدونست با صفاتش میگفت. همین در یک سوره فاتحه
غلط میکنه. خون آباد این ذهنی تیز داری، همه را میدونی. برنج در ریگر چند سومای، در دوشنبه چند سومای. بیمار داری، همین را بیا بگذرون، انشالله ذهنی تیز اخذ میکنی. میشوه انا کسی که میشوه بگو اهمیت نده، انا همین آدم گناهگار حقیقتا. نه که اگر سعی کرد مبادا نشید، آدم بیزود یک خیل نیسته کو. خاصتا وقتی سن سال رفت مشکل میشه، دیگه حافظه ضعیف میشه. اگر سعی کرد انشالله عزیمش ساقط میشه. اما به هر وجه صورت این کلام پروردگار را سعی کنید. همین کسی کلام پروردگار را پاس داشت، خدای تعالی او را احترامش بلند میکنه، عزتش میکنه. همین مردم مسلمانی با همین توجیکی ما را به همین قرآن خوانیمون میشناسن، به همین قرآن خوانیمون احترام میکنن به خدا. یک کنفرانس شده بود سال 2009 در المعتو. انا رکتری انیورسیته اسلامی قزان گپ زد. گفت من همین توجیکو را میبینم حواسم میآید. گفت یا این زویدو یو بیلای زویستی حواس میکنم، در غیبتا میخورم. همین یک پرستوی دورنیک شد گفت میقپی دسته پورای قرآن حضیات میدونم. ایمو مفتی حضرت ها یا پورا نمیدونم. یعنی حواس میخورن. همین یعنی یک کاری هسته که دیگر مردم همین را نسبت مردم ما قدردانی میکنن، احترام میکنن مردم ما را. سعی کنی بچو همین امکان شرایط استفاده برای بخدا قسم. همین علمی که امروز هسته ایده یا حیثش در همون مصفده و کمپیرکای پیشینه میشید که جامعه را تماما دیگرگون میکردن. اونمون نداشتن نه که محبت داشتن، نداشتن تقوا داشتن. محبت که داشت فرزند حق داره نخونه، شپلق شپش میکرد، مجبورش میکرد از یاد که. تقوا که داشت گپش اثر داشت. برای چی نمی سخنای امروزه تاثیر نمیکنن؟ برای که تقوا نیست. آخی همون گوینده خودش که تقوا نداشته باشه اگه سخنی و اثر میکنه. اگر همون تقوا باشه به خدا قسم نیمی گپ قطعی میبینی که همون مستمع علاقه اصلاح میشود، دیگرگون میشود. زمانی پیش همین حتی کسایی که امری به معروف و نهی از منکر میکردیان همین مسئله را جدی اهمیت میدادیان. ولی هم یک قصه هست که چقدر اصل داشتنش خدا خودش میدونه. میگه یک شخص نزدی حضرت امام اعظم ابو حنیفه اومد، گفت که همین فرزندم چی درد داره که همین خورش میبروید در روش، هر خیلی خورش میبروید، همین چیکارش کنم؟ گفت 3 روز پس بیو. بعد 3 روز اومد گفت که همین شیرینیش نته، شیرینی نخوره. بعد گفت حضرت همین قگه پی بدم که 3 روز محتل مکردی، هم در او نگفتیم. گفت من خودم شیرینی را دوست میدارم، میخوردم اون وقت. یعنی به خاطر فرزندی تشیده 3 روز که شیرینی نخوردم که گپ اثر کنه. حقیقتا شاید که این اصل نداشته باشه. امام اعظم ابو حنیفه یگان طبیب نبود که این مسئله را توصیه بده. اما به هر وجه صورت اگر شاید روایت غلط هم که باشه معنیش درسته. معنیش درسته. ضحاک روایت میکنه، میگه مرد نزد حضرت عبدالله ابن عباس اومد. حضرت عبدالله ابن عباس شاهی مفسرای قرآن ای، پسرمک رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت یا ابن عباس این اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. ای پسر عباس گفت من قصد دارم که مردم امری به معروف و نهی از منکر کنم. حضرت پرسیدش که ابلغت ذلک، آیا به همین پایه رسیده؟ میتونی همین کارا کرده؟ گفت ارجو، امید دارم از خدا. حضرت گفت این لم تخشى ان تفتضح بثلاث آیات من کتاب الله فافعل. اگر خوف نداری که در پیش 3 آیت قرآن شرمنده و رسیا میشه بکن. تشویشید. گفت ما هم یا ابن عباس، او 3 آیت چه آیت ها ای پسر عباس؟ گفت قوله تعالی فی کتاب العظیم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. گفت کلام پروردگار در قرآن که خدای تعالی میگه که شما مردم به امر خیر دعوت میکنه و خطا فراموش میکنه. مردم دعوت میکنه و خطا نمیکنه. آخه کتاب میخونه، شما ای حکم پروردگار با خبر میدونه که کسی به علم عمل نمیکنه عقوبتش چیه؟ عقل فراست نداره. شما از روز جزا نمیترسه. احکمت هذه ای عهده همین آیت میبروی. اون مردای پیش ای خدا میترسیدن. آخه دروغ بروشو گناه کبیره بود. گفت لا نمیتونم. گفت فالحرف الثانی آیت دیگه مش چیه؟ شاید ای عهده روش ببرو.
حضرت گفت قوله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کلام پروردگار که میگه که ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، دعوای مسلمانی میکنه، چرا سخنی را میگین که انجامش نمیده؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پیش پروردگار بسیار گناه عظیم است. غضب خشم خدا برانگیخته میشود وقتی شخص گپی را بگه و نکنه، وعده را بده و خلاف کنه. احکمت هذه ای عهده همه میبروی؟ گفت لا. نه. فالحرف ثالث سیمش چه گوی پسر عباس؟ گفت قوله تبارک و تعالی اخبارا عن شعیب علیه السلام و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه این اريد الا الاصلاح. گفت کلام پروردگار در قرآن که از زبان شعیب علیه السلام خداوند ذکر کرده است. حضرت شعیب با قومش گفت که من هرگز شما را به کار دعوت نمیکنم که خودم نکنمش. هر کاری را که شما را دعوت میکنم من پیشکی خودم اون را انجام میدم. من فقط اصلاح شما را در نظر دارم وقتی که دعوت میکنم. دعوت من برای دنیا نیست، برای اصلاح شما است، برای آبرو و عزت و مقصد که شهرت نیست. این اريد الا الاصلاح، فقط همین اصلاح شما را من میخواهم. احکمت هذه ای عهده همین میبروی؟ گفت لا. و حضرت گفت فابدأ بنفسک، نباشه اول خطا امری به معروف کن، اول خطا نصیحت کن، خطا اول اصلاح کن، بعد دیگر رو چنگ بزن. الله اکبر. میرا ببین سیرگوی رو گر در عمل نکوشی نادان مفسری. باغی درخت علم ندانم با جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شوخی ببری. عمل نداریم با علممو که گپ و هیچ تاثیر نداره. زمان کی امر به معروف بود، کی قدر مسجد بود، ای کجا این نمازهای جمعه و منبرها بود،